خودمون که تو همچین مملکتی داریم زندگی میکنیم. یعنی واقعا من برای خودم متاسفم که باید همچین جایی زندگی کنم که این شرایط هم بشه. یعنی خود آدم کسی که خودش رو در اختیار همه میذاره آخر عاقبت نداره. یعنی یه چیزیه که ما خودمون میدونیم امروز از خونه میریم بیرون خبر نداریم واقعا شب برمیگردیم یا بر نمیگردیم. اینا رو هم داره. وقتی اون روز ما رو اونجوری خفت کردن، اونجوری ما رو میزدن، من تمام صورتم کبود بود، تمام صورتم سیاه بود. یا رفتیم پسر چاقو رو گذاشته بود جلوی من میگفت آره میزنم اگه فلان کارو نکنی. حالا اون جوونامون هم یه سری مشکل دارن. این نیستش که بگید زورگویی دارن میکنن و نه، اونا هم یه سری مشکلات خودشونو دارن. به خاطر اینکه اونا هم وقتی نگاه میکنن میبینن شیشه‌شون رو باید شیشه رو بکشن، افتادن تو اعتیاد و تو همه چی. بعد از این ورم خب بالاخره میخوان اینجوری خودشونو خالی کنن دیگه. یه جوری بعد خودشون مثلا مثل ماها رو که گیر میارن میگن بهترین کیس دیگه، بذار هم روی توهمشون این کارا رو میکنن، ما بدبخت و بیچاره میکنن اینجوری. یا کتکت میزنه یا میگه برو. یاد گرفتن چون تمام دخترای جوونای ما دیگه این کارشون شده. با 100 تومن کسی زندگی نمیکنه. با همین میشه. مثلا دوستای خود ساناز تو این میدون هفته تیر مانتو فروشی بودن. خب وقتی نگاه میکنه برج بیاد بره مثلا 100-120 تومن میخواد بگیره، میگه من 2 تا برنامه میرم تو یه روز کارم درست میشه. با 100,000 تومن حقوق. خودم آژانس هواپیمایی بودم، مگه چقدر به من میدادن؟ مثلا میای 130 تومن، یارو آخر سرم که میشه میگه بیا یه ساعت بیا با من بریم، حالا اگه میخوای نگرت دارم یه ساعت بیا با من بریم تا فلانجا بیام. این پدر آدم در میاد خدا وکیلی. من که خودم فقط یه آرزو دارم بذارم از ایران برم. یعنی خدا وکیلی یه آرزویی که دارم همینه. اصلا دوست ندارم تو ایران زندگی کنم، چون هر کشور دیگه یادم بره حداقل به زن اهمیت میدن. الان مثلا دوست پسر میگیری وقتی یه زن میره سر کار با یه دونه مرد یکی نمیدونن، یه کشتش قتل عمد باشه اعدامش نمیکنن، نگرش میدارن زندان. اما اگه زن همچین کاری رو بکنه همون لحظه اعدامش میکنن. خب اینا یه چیزایی که فرق بین زن و مرد گذاشتن دیگه. هیچ چی رو برای زن درست نمیدونن. من خودم دختر دارم، یعنی حضیتمون درست میشه. ما با سانا تو شهرک غرب داشتیم میرفتیم، مگه یه عینک رو سر گذاشتن چه ایرادی داره؟ اون به خاطر اینکه روسریش شله عینک دودیشو میذاره روی روسریش. خیلیه ها روسری تا اینجا بعد میگن که شما قرتی بازی در میارین، بزن بغل خانم آی خانم اون روسری تو بکش جلو. میدونی یعنی یه چیزایی رو دارن به ما گیر میدن که یعنی واقعا افتضاح. 1000 بار از خدا میخواستم خدا به من دختر رو نمیداد، خدا وکیلی تو این رژیم پسر میداد، چون دختر خیلی بدبخت میشه، خیلی بدبخت میشه. شرایط بدیه. الان شما حساب بکن من خونه دارم میام بیرون و استرس خالیم، حالتهای استرس شدید داره. همش هم دکتر گفته به خاطر همین وضعیتی که اینا رو داریم. بعد شما حساب بکنین مثلا میگن آره اگر این رژیم ما اینجوری نباشه فلان نباشه ما وضعیت دیگه. سوالی دارم که البته ما شنیدیم که یه تعدادی از حالا دلال‌های خاصی هستن که به شما پیشنهاد میکنن که مثلا بیاید برید کشورهای دیگه مثل کشورهای اطراف خلیج و دبی و این حرفا. خیلی از دختران مد شده که اصلا میرن اونجا و یه مدت کوتاهی با یه سری از این اعراب و اینها هستن. اونو انقدر هستن. خب الان شما حساب بکن مثلا میری همین آژانس ها، اسمش هم نمیخوام بیارم، زیر 30 سالو که قبول نمیکنن، درسته؟ زیر 30 سالو برای دبی قبول نمیکنن، ویزا نمیدن مگر اینکه از اون ور کفیل داشته باشه، کفیلت در بیاره، درسته؟ این از این. اما وقتی میگن زیر 30 سالو قبول نمیکنیم چه جوری میرن اینا؟ همشون دارن میرن. دختر 14 ساله 15 ساله همون داره میره دبی. اصلا یه چیزیه که یکی مثل ماها نمیتونیم بریم. اولا میگن سنمون بالای 20 تا اینقدر ایرانی رو بدبخت میدونن که بالای 20 تا دیگه قبول ندارن. میگن نه کار نیست برای شماها، کار نیست. همه دخترای زیر 20 مونه که برای دبی برای شیخا میبرن.